یا رب تو مرا به یار دفساز رسان یا مولا. نه چه جمگل مجه چرا میجی جمگل؟ پیارم برادم آمده. چرا؟ خاطر بس آدم بیان برادم پیدا کنم. تو پیار خود زدی؟ با مشت چی شدن؟ با مش به تا چی شیو؟ ای رنگ تو به گرشه برو بجی که میشه بیای بده خدا تو فلج کنه. کله تو سیکو فقط میگه بوزا امریکایی. تو سیکو تو ای آخ کرده مادر پیاره دیگه. تو شم یا بزی دیکنه یا بزی کوچه یا به دمازی کوچه شیشته زن بچه مردم دست از اینا بعضا به خود کله پخ پخ خو. خدا تو به خیر خوشی میته میری فلج کنه جا مگل. تو اشته به پیار خود گاب چه به چیش به تا مش با مش به تا چیش پیار خود زدی. میگه پیار خود بچدم. کله گندی اور تو سیکو. چشم سیاه داری قربان چو من یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا. مرا ندیدی؟ مراست خدا تو یک وجبه گمامت کنه دلبندم کن افتاده بود. لیلا دیرد گپ بران جمگول ندیدی؟ بیا از افتا بدی و کسرگی میشی. چرا؟ خاطر با مش بزده تا چیش پیامه. جمگل برار تو؟ بگو ندیدی؟ نه گفته که ندیدم من نه ما گفتم ندیدم من. همان که پشت دولیتن بیامد دیگه. دروغ بگم. سیکو گیپا. پیار تو گموش سده. آلی گپا بگو میره و تستی. می بری بگیری؟ سیکو همیتا از به کوچی بدازد خورد. به کوچی بدازد. گیلا اگه این دفعه تو ندیدی گردن تو بام شورای بسته کنی بیاری خوبه؟ بیارم پیش شما؟ خوبه چشم همیدا من میگرفتم. ایشته مجه گیپا. پیار تو جباره که نام مثل چیز بری اکه بری دوم نام دنگ میکنه او پیار خور بازده جباره بازده تو کلک اخصدر نمیزنه گردن من با یک بوس که طور میتایی میکنه به سیاه دوشنگ شهر معیانه میکنی ازم جو باز پیار خور شروع کردی بزدن کار نمیدونم جمگول با دست تونه پرسان نکو لالو پرسان نکو از همه جا وقت پیار خور زده. چی میگی؟ دیشب بیامده با خونی ما هیچ چی نگفته ولی پیاره به ما زنگ زده که همیشه مگل با خونی شما نگفتم گفته گوری الا نکنیر وردار بیار به سرا بیار که باور بکو میگه بهت برو چشم من نزده که چشم من یک من بس داده. راست میگی الله. حالا که من گفتم باشه که ببریم به دست پیاره تسلیم کنم. چرا با مش بر تا چیش پیار خوزدی؟ بیاغلی کم به سر کوچه بشیشتم پیار چه سر کوچه شیشتی. هنوز بیاغلی کردی؟ پیار خور بزدی هنوز بیاغلی کردی؟ کاکا جو سیکو پیار تو وقت به تو میگه به سر کوچه نشی به دکونا نرو کار کو زحمت کش تاشون بیکار نگرد به خاطر که عملی نشی به خاطر که بیجانشین نشی. اگر من به جاتی پیار تو بودی خوب همین طور میزدم که تا رودات و مگر بیرو میشد. راست میگه سیکو آدم هوشیارشته میفهمه. بیا که بریم. ایشتا تو بی عقلی میکنی به مش میرو چیش پیار خو میزنی. آخه تو که کمر نمیبندی. وای 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 ایت اتفاقا زمان مفتکه که هرچی پیار کش کرده باشه امروز درو کنه 100% پیار از این وقتی که خود میده خودی پیار خو همین تا ناخلفی کرده به حرف نکرده یا بزده یا تعدید کرده کال بچی و از او یاد گرفته جبار جو هرچی کش کردی الان درو میداری از این بسوی رو سیک بنده که با اشتبهت میشی یا با سرطو بکنه کفتر روی پام آمد اینه ماما جبار سلام علیکم منده نباشین اشتنیم اینجا خیلیت شفا باشه ماما جبار با بیلا گیپک بچه شما داره با ما بگفتن دیلک جو ماما جبار از جای سیاهی بودین گردنم و بند باشه مثل زغال سنگ بری سیاه شدی ماما جبار از قاسته از این پیلن و چی خون رفت دیلک جو بیشتر بود برای تو همین که شرایط شده این بچه تیر غیبی کودی خود گفتم بابا جو بسر کوچه نشی بابا جو بمی دیکن همی نصار آمد اغزه برو بیا نکو بابا جو خود همی بچه برو بیا نکو هم یک دم لاسند دیروز هم تاثیرات دیگه واقعیت اصابر به هم ریخت. ماست امور چپاتکش کنه کم یک دم
گروتک بزی داورد و بامبوش بزاد گیل جو بمی تپمه اصابت مغزی کرده سر شما کامل سردرد و من رو رفته نمیتونم ماما جبار اصابت مغزی کردی یا فکری؟ همین هستم که این منطقه سرم غلور گیل جو یا چیز دیگه بعضی از این بچهای زمانه واقعیت گیل جو برف پدر مادر نیام باور کو هر چی پدر مادر به اینا نصیحت نکنه اینا کلی خود تام این نازونم کار خود خور میکنه راست میگه ماما جبار دیدم من دیگه به تا زمین شیشته بیدم انا یک بار دیدم من جمعگل بچه شما از بعد دیویده بیامده گفت گیلا گفتم گفت پیار من ایچی نگی که جمعگلی تا جسته گفتم چره گفت پیار خود بزدم برادیو یک بار دیدم که گیپک بیامد سوختی که کرده بیامد که جمعگل برار من ندیدی چره پیار من بزده با مشتی من چنگی برم چه کار فلانه دیگه ایچی بیچی آله بچه شما جمعگل چی شد دیگه؟ ایلا جو همیت درس دادم که تا هفت پشتی بیادی بمونه همیت زدم که تا خونه دیگه همیت دراز بفتاده دیگه ایت 20 تا چوه که سر میده بکردم بابا ایلا گفتم یا آدم شو یا تو را آدم میکنم من دیگه خلاصه ببیت ورده دادم تا خونه پرته و گیلم تو آفرین تو ببین سنت سال نبه در کوچه میشینی نه خودی آدم و بیجانشی میشینی خب او روز بابا کامین نسلامت تعریفات رو کرد گفت کمی گلک گاهی وقت برای سودا بیایه اصلا یک دقیقه به درد کن نمیستم میگه یالا سودا ما بده که من میرم زن بچه مردم میاد تعدیل کل سودا میخره بعد گناه داره اما جبار ما این پول بدیم برو به شما دعا بخرم بیارن گولی و دعا شربت بی‌سرنوشت گلک جو امروز قراره که شربت خو رفتگی که خو بباره شما شماره بدیم پول بدیم پول داریم بده میرم میخرم من میفهمم تو گلک جو به درد نمی برف تو بیش بخل به شما گولی عقل کمال هم میخرم اگه عقل کمال شما بپریده میگم ساعت 4 بجه شماره گرفتم گفت بیا که از سر تو عکس بگیرم خب بخیر باشه گلک خداحافظ بخیر باشه با تا منطقه نگی که بچه جبار رو بزده نه بخیر باشه شما اگه پرسیدم بگین گو لغت زده خوبه Ständige Pack, Ständige Lach, خوبی سلامتی؟ جانجاره باش بیجای رفه امین گیلا یعنی تو خیلی نامردی من نامردم؟ آه چره؟ جوان سره یک اندونه به دیدن پیار رو نیاردی به دیدن پیار تو نیاردم؟ خب پیار تو رو می سر صبح بدیدم بفهمیدی؟ پیار تو رو بدیدم دیدم چیش مغزی بسته مثلا گفتم ماما جبار چکار شده گفت اگه بچی من بزده به چیشم و به مشت انا ما گفتم شفا باشه دیگه پول ندارم برار دیگه مال یک اندونه مثلا 60-70 لیپه میشه من 60-70 لیپه داشته باشه میرم به خود خر میخورم تا شوم خاککشی میکنم 1 کیلو انگور کو یارده میتونی نمیتونی انگورا برار غوره یک کخ که پیار تو بخوره چیشی گزک میکنه مگرم تا با شوم دوره برخو گلی بچرخه حداقل انگور گزک میکنه چیشی نو اندونه پول نداری دست خالی میامدی پیال چای میخودی میگفتی ماما جبار به دیدن شما یامدو و نه گیپک سیکم مردم از من چیز ندارم تفقف من که بیام به دیدن من بیایم و نیام مرتکه نمیگه گیب لگ بیام به دیدن من چی عقل کمال دارم بیام به دیدن پیار تو دیگه دیونه تو که عقل کمال کمی داری حداقل بیامدی به سرام هم میگفتی ماما جبار به دیدن شما یامدم شاید اون پیار من دست خوبه کسی خوبه پینجاری پی خوبه تو میدو بچم حالی بیام پیار تو پینجایی با من میده دم پول گفته میشه اشتا خوب شد آگی دمی که میگم 1 کیلو این دونه 1 کیلو انگور بیار میگه من چون انگورا گزک میکنه گیپک جوسه که برار میگه جوانی در بهاره دل بهاره گلستان اگه خراب شه گندما به کاره برار من پول ندارم اگه پول داشتی میامدم مثلا به دیدن پیار تو اگه میفهمی که حالا بدون چیز میزی پیار تو به من پول میده من هیچی نمیگم تو هم هیچی نگو که گیپک من بدیدم میرم میگم ماما جبار بیامدم به دیدن شما دستای ندارم بوس میکنم میده پول به من شاید بده خب برو تو به صلاح خب برای من میاد خدافظ
چی رقمه؟ اشتنی چه رقمه؟ پیار مر بزن به خبر دارم پیار تطور بزده دیرو که به منجگاه بیامدی به سر زمین بجیستی به تو گفتم تا چه کار گفتی من پیار خور بزدم خیر نمیبینی تو اگه کمر تو ناز که جمع گل اسم مر بگردو من خاطر عقل کمال ندارم میفهمم تو بی عقل چرا پیار خور زدی به مشبت رویو حالا چرا میلنگی بزد مده پام کی طور زد پیار حالی آدم شدی آه ها یا تا به تو گفتم به سر کوچه نشی یک دم معتاد شیشگی میشی مثلا دکونا نارو بیبر بر تو برستی پیار با مشتی تو بزیده به تا چیشی و بفهمیدی آه دیون سرقی دیگه پیار خونه از گناه داره با خدا بیامرزم پیار ندارم من پیار اگه مفت شدم اگه من میبیدم کوشا پیار خود بوس میکردم تو چرا برتی بزیدی مقل کمال ندارم بفهمیدی یا نه آه دیگه نزنی باش خدا